زودتر، فشارش پست می شود. همشیره زود انترپین دهید. حاضر آقای عمر. غم نخور سرما، انشالله احوالش خوب می شود. احتیاط نمایید. خدایا با ما کمک کنید. شد. حاضر به احوال پیشترش برمیگردد. فکرم مایلش اکنون انتظار می شویم. ما کاری از دستمون آمده را کردیم. دیگرش در دست خداست. تو اگر خواهی رفته دم گیر. نه، من در همینجا میمانم. مایلش. پسرم. چرا نه؟ البته آن روز نتوانستم. امروز داده میتوانم. خود به خود چی گپ میزنی پسرم؟ هیچ مادر، گلها را دوست میدارم. گلها را؟ خدا جان راست فرزندانش نگیر. التماس. او دخترم، او دختر یگانم. الله أكبر.
خدا رحمت کند، جایش جنت باشد. رحمتی پدرت آرزو داشت که فرزندانش با اخلاقی خوب تربیت یابد. برای این من او از دستمان چیزی که آمد کردید. شکر خدا از هر دویتان راضیم. باوری دارم که اگر پدرتان زنده می بود از شما راضی می شد. به تو دخترم یک نصیحتی مادرانه می کنم، فرزندانت را خوب تربیت کرده به وای رسان. حضورشان را می بینی. در قرآن کریم 3 چیز با 3 خصوص فهمانیده شده است. اگر یکی اش را نکنی دویمش قبول نمی شود. اگر به پیغمبر اطاعت نکنی به خدا اطاعت نکرده حساب می شود. اگر زکات مال ندهی نماز قبول نمی شود. اگر مادر به پدری فرزندهایش شکر نکند به خدا هم شکر کرده نمی تواند. به فرزندانت این را فهمان دخترم. خز از جایت. چی شد؟ با من بیا. خز راه گرد گفتم. راه گرد پیش درو. کنی درو به اینجا. درو نگاه کن پسرم رو به چه احوال آوردی. همین رو خواستی، همین رو کاری کردهت شد. خانه‌اش رو ویران کردی، کودکانش رو پریشان کردی. در راهی مرگ است، نفهمی؟ در راهی مرگ. حتی فرزندهایش در این خیل احوالش رو دیدن نمیخواهند. اکنون آرام شدی ها؟ آرام شدی با تو میگویم آرام شدی. یانگا بس شد، تمام رفتیم. آرام شدیم. رفتیم. دعا کن که در این صدمه تو گناهگار نباشی. دعا کن که این فلاکت با عیب تو نباشد. دعا کن. رفتیم یانگا جان، رفتیم. علی گلینی زیبایم. میدونستم که میآید. مدره های شیرینه کنی. من میدونستم که میآید. شوهرم رو خیلی دوست می داشتم. با خیلی خوشبخت بودم. لیکن آن شب فلاکتی روی داد که هر وقتی به یاد میارم موی بدنم میخیزد. آن شب خیلی خرسندانه از کار برآمده به خانه آمده. جانکم من آمدم. فایق گوش کن چی میگویم جانکم. امشب چی خوراک پختن ندارم. بیا به طرف خانه روی. فایق خدایا. فایق کی رو به خود کرد؟ فایق زلیخا عکس در جوان زودتر انا آوردم. این آدم مرا کشت. آدم جا میکنم. فایق نمونید. جا میکنم. فایق چشم آمد را کشم. جا میکنم. فایق نمونید.
پدر جان خوب است؟ من شما رو خیلی دوست می‌دارم. پدر جان ما رو تنها نگذارید. التماس چشمانتان رو بگشایید. تو هم رفت پسرم، با پدرت گپ زد. مادر جانم. مادر جانم. سالی خوب در مورد کوه چیکار میکنید؟ اگر گل لازم باشد من جمع میکنم. نه من خودم جمع میکنم. تشکر. سلامت باشید. گلها هنوز خشک نشدند. مرا برای شوهرم را کشتن گناهگار کردند. خیلی گریه کردم، داد زدم، لیکن گناهگار نبودنم را اثبات کرده نتوانستم. شاهدها هم بر ضد من بیاناتی بر دروغ دادند. بعد فهمیدم که سبب همه این آن آدمی در عکس بوده است. آدمی در عکس بوده؟ بله، در عکس بوده. آدم نیو شیطان در قیافه آدم. گویا میروید. پدرم رو تعیین کردم. کمی بعد بر راه میبروید. زیب نشم. من البته به تو مکتوب مینویسم. من به تو گل میارم. من گل رو خیلی دوست میدارم. خیلی بوی خوب دارد. این خیباش از تو گرفته میارم. شما نرفته میارم. خرسندم از آن که عمر من با همه رنج گر خوش نگذشت باز خوش بگذشت.
میخوای عکس کسی که شوهرم رو کشته حیاتم رو سوزانده است به تو نشان دهم؟ آن را 4 سال باز با خود نگاه میدارم. خدایا در اینجا مانده بودم. عکس کجا شد؟ کجا شد؟ خدایا عکس کجا شد؟ آن عکس را از اینجا کی گرفت؟ بر شما میگویم لعنتی ها، کی گرفت؟ استاد باش ما چی شد؟ خوب هستم استاد؟ من کار را با دست خودم کردم. بزن استاد. اگه چیکار کنیم؟ احوال فکرت وزنیم، باز نمیرد میگویم. این خیلی چیزها رو فکر نکن هاشم. خودت رو با دست بگیر. اگر ما خودمون رو از دست دیم تمامی ویله رو پریشان میکنیم. راستی نمیدانم چرا اینطور شد. انشالله در این فلاکت البته یگان کار خیری هست. رفتیم. پدرم میمیرد. تو گرفتی عکس رو؟ نه دخترم، تو گرفتی؟ نه نگرفتم. آن عکس رو تو گرفتی؟ از تو میپرسم. من نگرفتم. عکس رو تو گرفتی؟ تو گرفتی؟ نگرفتم. اگر مردن نخواهی راستش رو میگویی تا 3 حساب میکنم. 1 2 شما رو دیگر پدر نمیگویم گفته بودم، لیکن مردنتون رو نمیخواستم. شما باید زنده مونید پدر. اگر زنده مونید شما رو گپای پس نمیگویم. اگر مرا رنجونید هم نمیگویم. وعده میدیم. التماس ما رو تنها نگذارید پدر. شما رو خیلی دوست می‌دارم پدر جان. شما رو خیلی دوست می‌دارم. التماس ما رو تنها نگذارید پدر. تنها نگذارید. سربان پدر. پدر جان پدر از چشمانش رو کشد ضربت. زود با اکای عمرت خبر ده. زود مایلش مادر جان. زود را مایلش. در کجایی؟ کار دارم. فکرت به هوش اومد. میایم باز به یگانجا نروی. مایلش تو رو در اینجا انتظار میشم.
Uyan! İslam! Uyan! Mandatlı kulağlardan! Uyan! از آمدنت خیلی خرسندم امری. با شما میخواستم خبری خوش دهم، لیکن خیلی احوالش بدتر شده است. التماس خودتون رو به دست گیرید، خود را از دست ندهید. پسرم میمیرد عمر. نه ینگا، خطر رو گذرانده است، لیکن از آسیب ستون مهره هیچ وقت راه گشته نمیتواند. تمامی عمرم خیلی میماند. این خیلی گفتن نمیخواهم، لیکن یک چند وقت انیق است که راه نمیگردد. این گلها رو برای من آوردی یعقوب؟ ها، رفیقم رو با تو شناس میکنم. امری. سلام. 4 روز دیگر مانده است حرامی. بعد از 4 روز از این حبس میبرایم. جوابی عذابی که به من و به شوهرم داده ای میگیری. قسم میخورم تو را به دستان خود میکشم. کوچه به کوچه میگردم، عکس تو را به همه نشان داده تو را مییابم. قسم میخورم که تو را میکشم، تو را نیست و نابود میکنم. آن بیناموسی که حیاتم را سوزانده است. من این آدم رو میشناسم. این تیمور است. بس است، از این بازی بیزار شدم. نمیروی، من به تو پول زیاد دادم. با او دلم میسوزد. نمیبینی احوالش چقدر بد شده است. این خوب است، اکنون به تو محتاج می شود، یعنی وی در اختیاری تو است. نه، نمیتوانم. مصلحتم اون خیلی نبود. تو بسیار گپ نزن، مرا به غضب نیار، فهمیدی؟ تو فهم که او باز چی ها میداند. عمر، من فکرت رو دیده میتوانم. البته، برای چی نه؟ نمیرویم تیمور. رفتیم. فکرت خوب استی؟ چه حال داری جانم؟ خانم شیل شما هستید؟ بله، منم. خانم شیل، باید با ما تا شعبه روید. از شما شکایت کردند. بیایید روید. نمیفهمم. چه شد؟
маркази продюсери ҳамсадо тақдим мекунад. бори аввал дар тоҷикистон узмуни беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ миёни беҳтарин гурӯҳҳои ҳаҷвӣ кохи борбак 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания خندین کمون السلام علیکم کیتو دانا بازارda hava salam başka olmuş bu kito kokoreç var karnı royondan nafami Şakarxand sana şun yak kosa obiyor Учай бикавазика Кайфулову Мастулу Арабшо компания так точно روی محفل علویدین عبداللویف و مستور ортиқова озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид суруди ҳаҷвӣ саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи овоздиҳӣ аз $1 сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ВАЗ 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28 907 59 28 28 تیمور پرو میپرسم تیمور کی است گفزم من با فکرم او رو با کسی مانند کردم دروغ نگوی تو رو میشناسی گفزم کی است این گفزم با تو میگویم خاموش نایست گفزم چرا گفت زدن نمیخوی؟ نه نمیتونم میترسم چون که حیات خودم میسوزه مایلش با تو میگویم گوش کن سرمه اگر زید نباشی بیا نشسته یکان چیز نوشین هنوز بر وقت است تشکر من الان مایلش میویم ببخشید آقای تیمور مرا سر دکتر جیغ میزند باید روم رفته حجتوی که پگاه به انقره میفرستن امضا کردنم لازم از سروسی مگی فراموش کردم من بیکارم همراه روم مایلش الو سنم عمر باید به تو یک چیز مهم رو بگویم به نزدم اومده میتوانی زود بیا خیلی مهم است مایلش میایم سلام یا خدایا چی شده باشد وای مرا سر دکتر جیغ زده است تو حالا کی میروی؟ بله هم از نزد فکرت رفتند؟ غیر از ینگه صدیقه همشون رفتند خانم ایشیل را پلیس برده است و فکرم کسی از او شکایت کرده است زندگی انسان را به پستی و بلندی های گوناگون دچار می کند. بعضا انسان به بلندی ها برآمده فریب می خورد. اگر کس در محوری حقیقت دعو زند پستی ها برای او پیچ است. وقتی که کس از بلندی آمده به پستی می افتد خیلی علم آور است. لیکن بدبختانه کم آدمان از این عبرت می گیرند. زندگی با اسرار خود چنان می گذرد که کس به خبر می ماند. اگر کسی در این حیات پیش پا خورده افتد چرا گناهگار کردن لازم؟ راه را یا کسی که راه می رود؟ کسی ظالم با نفسی بدش می خواهد که افتاده رقیبش باشد.
اگر آن افتاده در محوری حقیقت باشد به او چی گفتن لازم؟ حکایه شیطانی درویه را که بین دو دوست داشته می ایستد بسیار نقل کردند. خیانت کردن اگر خرد باشد گناه خیلی کلان است. یک خطای خردی کرده در آینده می تواند بزرگ شود. کسی نمی گوید که خطا خرد بود. مادامی که اینقدر حساس هستی چرا در دنیا بدی میکنی؟ تخم بدی را در عالم میکاری. چه کسانی سوخته از دردشان سوزن نکنن. این سوال متاسفانه حکایه ناتمام انسان است. نتوانستم پسرم، خیلی کوشش کردم اما نتوانستم. مرا ببخش، مرا ببخش، مرا ببخش پسرم. اما وای شیطان جزایش رو میبیند. در حبس خانه میپوسد. از او شکایت کردم، به پلیس گفتم. کاظم، تو چقدر به کاظم مانند هستی پسرم. میلش، تو اکنون به نزد مادرت رفت. مادرت رو انتظار است. خالای جمیله، شما رو خیلی دوست می‌دارم. من هم پسرم، من هم. رو. خاموش باش، بیهوده دادوایی نکن. اگر آوازت را براری حالت بد می شود. کمی صبر کن، آرام باش. یعنی از من شکایت کردی؟ من فهمیدم که شکایت کردی. غم نخور، نمیماری، تنها عقلت کمی پریشان می شود. حاضر باشد با تو کمی صحبت میکنی. میخوایی برای یک قصه کنم؟ گوش میکنی؟ آرام. در اینجا کاظم و زینب بودند. اپای جمیله خشیمان است آقای کمیسر. او بیماری روحی است. توبت کردن لازم. او همان وقت از همین خیلی شکایت میکنه. بس اکنون بیزار شده. خشم گفته توقت کردم. بس رفته خلاصه دکتر را گرفته بیارید. آن را به جای عریضه میگذارد. دوامش را سود حل میکند. اطاعت کمیسر. کاظم و زینب خنوق میخوردند و برای گرم شدن جای میگفتند. راه گشتند. کاظم دو، زودتر زینبم بیداوی. هوا همینقدر خنوق بود که دویده نمیتوانست. به نزدی من بیایید. من شما را با آغوش گرفته گرم میکنم. بگذار من خنوق بخورم. بگذار من بمیرم. شما نمورید. ناگاه کلبه را دیدم که از موریش دود میبرآمد. زودتر بدوید. به خانه دروید. گرم میشوید. زودتر. لرزیده به نزد کلبه آمدند. در را کفتند. زودتر دارید. به خانه دروید. گرم میشوید. در را یک آدم گشاده است. بچه ها با آن آدم: امر جان ما خنوق میخوریم، ما را به خانه را دیر گفتند. در را گشایید. فرزندهایم خنوق میخورند. لیکن آن آدم راه نمیده. کاظم، زینبم. اگر مادرشان شکایتش را پس نگیرد، به همه کارها دخالت کردن گیرد، آن آدم بچه ها را به خانه راه نمیدهد و بچه ها از خنکی میمیرند. نه در را گشا. بچه هایم خنک میخورند. در را گشا. آنها خنک میخورند. کاظم، زینبم بیایید. با آغوشم. مادرتون را آغوش کنند.
من شما رو گرم میکنم، من شما رو انتظارم، بیایید. پدر التماس برگردید. اکنون مادرم رو نرنجانید. خواهرم خیلی گریه میکنم. مادرم خیلی گریه میکنم. شما رو میخواهیم پدر، التماس برگردید. پسرم اکنون تمام، من خانه دار شدم. باید این رو قبول کنی. برگشته نمیتوانم. این خیلی امکان. شما پدری من شده نمیتوانید. شما پدری من نیستید. سربت ایستا پسرم، سربت. فکرت پسرم چی شد؟ مادر من پایهایم رو ایست نمیکنم. پایهایم رو ایست نمیکنم مادر. آرام شد پسرم، مادر آرام شد. پایهایم رو ایست نمیکنم مادر. چرا من پایهایم رو ایست نمیکنم مادر؟ چرا من پایهایم رو ایست نمیکنم مادر؟ همشیره پایهایم کرد همشیره. آرام شد پسرم. ببخشید. مرحمت. اتاق اپای جمیله کجاست؟ بیایید من نشون میدهم. بیایید بچه هایم، به اینجا بیایید. از بیادم گریزید. کازیمم، زینبم، فرزندهایم، دوید آخر گریزید. کازیمم در کجاست؟ در نزد مادرتون. به نزد من بیایید فرزندهایم، کازیمم، زینب. من رفته دکتر رو خبر کنم. فرزندهایم کجایید شما؟ کجایید؟ سربت توپ رو پرتو. سربت تو چی کار کردی؟ برای چی توپ رو کفت؟ تو کی هستی؟ خیز پسرم، با این خیل بچه ها بازی نکن. من به تو توپی نمیخرم. رفتیم. شیری نکنم. مادرتون رو آغوش کنید. باز خنک نخورید. سخت آغوش کنید. هوا خنک است. کازیم پسرم نلرز. زینبم چشمانت رو کشو. طاقت ندارم دخترم. احوالش در حقیقت خیلی بد است. با این خیلی احوال با اینو تشخیص گرفتن مشکل است. از همه مهمش شما خلاصه تشخیص رو با قضیه همراه کنید. یعقوب یکون کار افتکار کردنم لازم. این خیلی نشسته نمیتوانم. با من کمک میکنی؟ میبینم بابا، میبینم. پولی مکتب بچه ها را دادنم لازم. باز خراجات های دیگر من باشم پول ندارم. من میدیم بابا. نه یعقوب، به این هم از تو قرض دارم. اپا این قدر بهیمه نکنید. یکون کار میکنیم با شما زحمت نشود. با من کمی آب میدادید. زحمت نمیشود یعقوب. یعقوب با تو چی شد؟ چرا اینقدر غمگینی؟ با من بگویی؟ هیچ اپا، هیچ. ثروت با این بچه چی شد؟ اپا جان چی شد؟ نرگس از اینجا برو. من وظیفه خونگی با تو گفتم برو. آخر وظیفه خونگی با تو گفتم برو. نرگس ثروت زود از خواهرت بخشش پرس. با کی گفتم ثروت؟ اینجا بیا عزیزم، اینجا. شد تو چرا برای قدر عذاب میدی؟ شد بس اکنون. تو اگر این خیل رفتار کنی من تو رو تنها کلان کرده نمیتوانم. من خودم کلان نشوم مادر. ثروت من راحت گذاره. این خیل گفتنی نبودم. مادر جون
با ما چی شد؟ خودم کلان نشوم، خودم کلان نشوم، کلان نشوم. بیا شد بس گریه نکن سنم، گریه نکن. بیا اینجا نشین. ببخش مرا عمر. چی حال داری؟ خوبم. با یگونچه احتیاج داشته باشی گپ زن. چی شد؟ نامی فایق یلماز را شنیده ای عمر؟ فایق یلماز؟ در اینجا یک زن همراه من نشسته است. میگوید که تیمور خیلی آدم خطرناک است. سلام سرما. به خانه ما آماده میتوانی؟ التماس، این برای من خیلی مهم است. به تو یک گپ خیلی مهم دارم. برای چی خطا میفهمند؟ یکمش این که ما نامزد هستیم. دومش این که تو دکتر هستی. ما آدمان معلومات داریم. اگر بسیار مهم نمیشد من تو را جیغ نمیزدم. سرما، از همه بسیار من میخواهم که تو را غیبت نکنند. آخر تو مرا میشناسی. میتوانی با اعتماد و دلی پر بیایی سرما. مرا جیغ نکن. میایی؟ تشکر به تو. تشکر. می آید. کو بیا سرما. مذهب‌هایی که مادرم کشیده است هم باید آن را از سر گذرانی سرما. سرما دلی. زخ نشو پسرم، صحت میشوی. طب خیلی پیشرفته است. در تلویزیون دیدم چیزهایی را که تبابت نمیکنند. اپای جمیله به من تهمت کرده است. فهمیدن که دیوانه است، مرا آزاد کردند. به این هم از همه تهمت ها بیزار شدم. فکرت با نزد شاموزاد با ازمیر رو من اکنون کار نمیایم. تو چی ها میگوی فکرت؟ با من شاموز لازم نیست. آخر من با تو موندم، تو رو انتخاب کردم. میفهمی؟ تو رو فکرت، تو رو دوست میدارم. برای من فکری تو مهم است. اگر همین خیلی یک عمر معیوب مونی هم از تو جدا نمیشم. تو رو دوست میدارم. من تو رو دوست میدارم جانکم. اکنون بعد از این دست و پای تو من میشم. ایشین تو چی حال داری؟ تو هم خوب هستی جانکم. از آمدنتون به اینجا خیلی خرسند شد. من مادر جان. چی شد نرگس؟ باکرم چی شد؟ چرا این تاق میکند؟ نرگس التماس کار دارم. تخوا جان. حاضر میایم جانکم. آقا جان دارویم. دارو پوش.
دوست نمی‌دارد. هیچ کس دوست نمی‌دارد. این لباس عروسی مادرم. بسیار آرزو داشت که آن را پوشد. نپوشیده از دنیا گذشت. مادر بیچاره‌ام. این را تا امروز پنهان کردم. میخواهم که تو آن را پوشی. میپوشی؟ من حاضر نی البته. وقتی توی میپوشی میلش. اگر برای شما اینقدر مهم باشد مایش میپوشم. تشکر. این عکس مادرم. خیلی زنی زیبا بوده است. چرا جوی عکس پدرتون دریده است؟ وای آنها جدا شدند. زنها رو میدانید. مادرم کمی سراسیمه شده است. بله. و تو بسیار میزیبد. بسیار میخواهم که آن را در تن تو ببینم سرما. ببخشید رفتنم لازم. در این موضوع گپ زدن حالا خیلی بر وقت است. مرا ببخشید. اگر شما رو خفه کرده باشم ببخشید. بعد از این به رفتارهای من دقت میدهید. شب خوش. مادر جانم سرما این لباس عروسی را میپوشد و چه عذابی که شما دیده بودید او هم میبیند. همه‌اش را. حتی از آن هم بدترش را. فایقی الماس. فایقی الماس. این نام را از کجای شنیدم؟ از کجا؟ از کجا؟ الو؟ بله خانه علی عددی. پدرم نیستم. برآمدن یگان چیز گفتنی باشد کردن. من پسرم. کی؟ ادوکات فایق یلماز؟ خب تلفنتون در دست پدرم هست گفتید. مایلش میگویم. بله شما خیر. انا در اینجا. ادوکات فایق یلماز. عجیب. او با تیمور چه علاقه داشته باشد؟ این فرصتی خیلی خوب است برای انیق کردن تو تیمور. اگر کسی خطرناک باشی زودتر تو را آشکار کرده روی آب برآوردن لازم. توجه. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نون تو شکستگی
مردم چی میگوین؟ همش نقد میشن. خوشدل جان عشق چیست؟ تو برای چه اینجا آمدی؟ من از این مسلوق بیزار شدم. دلم بی‌حضور شد. جایگاه خوبش رو ترک کردی وعده کردم. اگر مثل کودکان در اون رفت شود چیکار میکنم؟ نه از او دست میکشم. گوش کن، مرا به غضب نبیار. آنچه گفتم همان را اجرا کن. برای این پول میگیری. با تو گفتن آسان. او جای خوبش رو افلاس کند و من یک عمر تازه کنم. خدایا توبه، تو تا دیروز در باطلاق بودی، آوازخانه طربخانه بودی، اکنون به یک عائله با آبروی عروس شده، ننگ و ناموس پیدا کرده ای. تو پولی خیلی کلان میگیری، از این کار دست نمیکشی. کار را که سر کردی آن را تا با آخر بر، بعد حقت را گیر. تو باید پولی مرا زیاد کنی، چون که نگاه بینی کسل پول زیاد طلب میکند. میله، چقدر خواهی میدهم. اکنون رو خوشتا مرا نگاه دارد. خانم سرمه در درون است. چرا میپرسید؟ یگان چی شد مادر جان؟ فکرت رو جواب میدهم. معلش رفتیم مادر جان. مادر جان شما مرا دوست میدارید؟ البته دوست میدارم. اکم چی مرا دوست میدارد؟ ثروت ایستو همراه تقویت میروی. ثروت چی شد به این کودک؟ اپا ثروت در همه کارهای شده خود را گناهگار می‌سازد. باید او را به روانشناس نشان دهیم. پسری من دیوانه نیست یعقوب. این خیلی گفتنی نبود اپا، به نزد روانشناس همه میروند. مادر اپا رو فهم پسرم، با او آسان نیست. بیا رفتیم نرگس. این طرفش کاری تو کلین جان. نه شما جوان خوب است. تمام حالت خوب است. تشکر شیر تشکر. من غم نخور غم نخور، من هستم. تو رو خیلی خوب نگاه میکنم، خیلی خوب نگاه میکنم. من چقدر بی‌عقل بودم میشیم. از تو شبه کرده بودم، اکنون جزایش را دیدم. ببخش. فراموش نکن فکرت. یک عائله رو ویران کردن گناه باشد هم. تو رو از جانم زیادتر دوست میدارم. برای همین تو رو انتخاب کردم، چون که به تو باوری دارم. تو رو هیچ وقت تنها نمیگذارم. تو هم مرا تنها نگذار. مالش بی‌صد معیوب میمونم. دیگر راه گشته نمیتوان. برای چی این خیل شد؟ چیزی که گفتند آقای هاشم، کسی که خودش میافتد گریه نمیکنه. نه با کجا؟
من به بیرون میبرایم. بله بچه ها، همه‌تون میدونید که در مکتب روزهای مهم رو قید میکنیم. یگون بار هفته مولود رو شنیده اید شما؟ شنیده معلمه. کنی کی میگوید؟ کنی تو گپ زنانی؟ روز تولد حضرت پیغمبرمون معلمه. آفرین الف شین. حضرت پیغمبرمون با تقویم امروزه در ماه اپریل تولد شدند. ثروت تو اگر به درس دقت ندهی یگون چیز رو نمیفهمی. التماس ثروت، تو طلبه با عقل هستی. اگر این موضوع رو نفهمی راحت نمیشه. تو هم فعال شو. مالش میدونم که تو هیچ کس رو نمیرنجونی. همین طور نمیگه. شد گریه نکن. شد بس. بعد از تنفس دوام میدیم بچه ها. در دفترهایتون نام موضوع رو نویسید، فراموش نکنید. چی به من جذبیده؟ باشه رفته با معلم گپ بزنه. اگه با خدا بعد از این قدر حادثه و دکانم را بستم، بحران آمد، بازار استاده است که ضرر دیدم. ضرر. السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت شما. علیکم السلام. امک جان، این آدم رو میشناسید؟ ادوکات فایق یلمز. فایق یلمز؟ امک جان، پدرم با فایق یلمز چیکار داشت؟ این آدم کی است امک؟ امک جان، فایق یلمز کیست؟ او را نمیشناسم. کی میداند پدرت با او چی کار داشت؟ شاید یگان کار تجارتی باشد. مگر همین طور نی؟ بله اکا. تو برای چی آن آدم را میپرسی؟ خیلی مهم است امک، خیلی مهم. فکرمون چیزی شنیده است. شاید همش رو میگوییم. کاردار نشو هاشیم. بیا دیگر سرمان رو در بلا نگذاریم. اگر خواهید به درون درویم خانم رویا. ثروت حالا در نزد آقای مدیر است. او خیلی بچه خوب بود. این جدا شوی بچه را پریشان کرد. شما را هم رنجاند. یعقوب، چرا تو با من این خیلی گپ میزنی؟ یگون چیز شد؟ نه. ثروت، باید با تو گپ زنم. گوش کن ثروت، تو این خیلی بچه نیستی که این کار را کنی. میدونم که غم خورده ایستاده ای، لیکن تو در این موضوع نه اولین است نه آخرین، فهمیدی؟ متاسفانه در حیات انسان این خیلی بدبختی ها می شود. عادت کردن از همه بهترین چیز است. با این خیلی رفتارت مادرت رو عذاب نده. خواهش میکنم از تو ثروت. مایلش. ثروت نه، با این خیلی گپ ها نمیشود. با او دیگر خیلی باید مناسبت کرد. با او باید در تنهایی گپ زنید. معلوم است که درد دارد.
بچه ها بیایید. وای داداتون رو اذیت کردیم. آفرین بچه خوش آمد. من همراه سربازیان با دوگانه‌هایم بعد میآیم. مهلش راو جان سلام خوش آمدی نرگس باغ جنت، نرگس زیبا خوش آمدی. خوش باشه. تشکر استاد یعقوب. سلامت باشید. زنده باش. ثروت پسرم جانی من شیرینکی من پسرکم بیا به خانه درو به خانه لازم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آفرین به تو. کنی گریه اینا حق شماست. آفرین به شما شیرین کنی بلبل آوازی من. آفرین. گیرید همش رو بگیرید. آفرین. دعاهایتون رو اذیت کردیم. همش رو اذیت کردم اما این کتاب ها رو چه عزیزانی؟ از این کتاب شما رو امتحان میکنم. کسی که به سوال ها جواب درستی هست توفه میگیرد. شما راضی هستید؟ بله راضی هستیم. اینش از تو بگیر. اینش از تو این هم از تشکر آمدی قربان. میدونید بچه این هفته حضرت پیغمبر ما است. هفته مولود. همتون حضرت پیغمبر رو دوست میدارید؟ همین طور نیست؟ دوست داشتن با دانستن زیاد می شود. من گفتنی هستم که شما این کتاب ها را خوانید. من هم از این کتاب سوال تیار میکنم. چی گفتید؟ با سوالات رو جواب دیم تو فهمیدید اما قربان. شما چیزی گوید همان می شود. فهما؟ مایلش همانتی قربان. شما تو پاها رو تیار کنید. ما بر امتحانتون نفس تیاری میکنید. مایلش. گوش کن سلما، من خیلی جدی میگویم. خود رو به خطر تیله مده. من حس میکنم که تیمور کسی دارد. تو از کجا میدونی که کسی دارد؟ تو خطا میکنی عمر. تو رو دوست نمیداری. نمیدونم با من باور کن. حاضر در دستم یگان دلیل ندارم. لیکن فایق یلماز گفتنی یک ادوکت را کشته است. عمر التماس چی گفتنت رو فکر کن. التماس گوش کن. اگر کاری جدی نمیشد آمده با تو نمیگفتم. خب مایلش تو این رو از کجا میدونی؟ با تو کی گفت؟ سنم. نگب در کجا؟ خانم سنم گفته باشد باور کردن لازم. از گپی او دیده گپی درستری نیست. اگر او گفته باشد پس راست است. سرما من شوخی نمیکنم. مقصدم کاری کنه رو باد کردن نیست. التماس عمر فکر کرده گپ زن. سرما با من باور کن. تیمور خطرناک است. با من باور کن. این رو اثبات میکنم. با نزدیکان فایق یلماز صحبت کردم. آنها با من یک حجتی مهم روان میکنند. همه اش رو میفهمم. التماس نمیخواهم که تو ضرر بینی. عمر اگر ضرر دیدنی مرا نخواهی راهش این نیست. الو حجت ها رو فرستادم. امروز از بیمارخانه دیر میبرایم. وای آن رو در دکان یکی حامد گذارید. التماس خیلی مهم است. بعد آن رو میگیرم. تشکر. سلامت باشید. فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارت میشم، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلم مهراب.
рӯзҳои наздик ҳамсадо пешниҳод мекунад. бори аввал дар тоҷикистон узмуни беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ миёни беҳтарин гурӯҳҳои ҳаҷвӣ кохи борбар 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания хандин камон шакарханд санакҷон як косаву биёр. очай бикавазика кайфулову масуло арабшо компания так точно. рови маҳфил аловиддин абдуллоев ва мастура ортиқова озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид суруди ҳаҷвӣ саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи овоздиҳӣ аз толор сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ВАЗ 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравии қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28 907 59 28 28. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. ба таваҷҷӯҳи мухлисони силсила филмҳои студияи ҳамсадо, ҳомиён, меҳвари ҳақиқат ва мисли юсуф, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки аз фурӯшгоҳҳо дискҳои галаграммадорро харидорӣ намоед. галаграмма ҳам дар болопӯш ва ҳам дар рӯи диск насб карда шудааст. дискҳое ки галаграмма надоранд, сифати паст дошта, қалбакӣ мебошанд ва аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад. хариди дискҳои галаграммадор барои беҳбудии кори мо ва дар сари вақт дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбакӣ яъне бегалаграммаро дидед, бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед.